راجع به الیوت صحبت میکنیم و 5 موج صعودیش. ببینید دوستان، در مورد الیوت در روند صعودی ما 5 تا موج داریم. خب 5 تا موج، 1 2 3 4 5. پس ما در الیوت 5 موج صعودی داریم و 3 موج نزولی، یعنی A B و C، که C همیشه بلندتر از در واقع A و B هستن. در مورد الیوت صعودی هم همینه، یعنی 1 2 3 بلندترین موج، 4 و 5. حالا چجوری بفهمیم که الیوتمون درسته؟ چند تا قانون داره. اولا اینکه موج 2 نباید بیاد پایینتر از خط صفر ما، و حالا خیلی هم اگر این کف نبود ولی حالا این کف بودنش خیلی هم ایراد نداره. در واقع گاهی اوقات همون بحث 2 کف و 1 سقف و اینا رو به وجود میاره، ولی معمولا کندلش این کف بسته نمیشه، یه خورده بالاتر بسته میشه. پس موج 2 ما نباید پایینتر از موج در واقع شروع موج ما باشه. موج 3 ما معمولا چیه؟ بزرگترین موج، بلندترین موج. معمولا تریدرها و افراد حرفه‌ای میان چیکار میکنن؟ از انتهای موج 2 میگیرن تا انتهای موج 3. یعنی در واقع اصل سودی که شما میتونین بگیرین این محدود است. و موج 4 و 5 هم که حالا به سر جای خودش. موج 4 ما هیچ وقت نباید از قله، یعنی از این مرکز موج 1 ما بیاد پایینتر. اگر اومد پایینتر شما بدونید که این اشتباه. و نهایتاً باید تا این سر قله 1 میتونه بیاد پایین. و معمولا حالا یه اختلاف اینجوری، یه فاصله اینجوری داره. اگر توجه کنید خیلی جایی که ما داریم محدوده میکشیم به این شکل، این میشه. به خاطر همین این اختلاف فاصله 4 و در واقع قله 1 هست. خب حالا نکته بعدی چیه؟ هیچ وقت موج 5 ما بچه‌ها نمیتونه خیلی بلند باشه و نمیتونه خیلی کوتاه باشه. معمولا موج 5 یه چیزی اندازه موج 1 ما، نه دقیقا ولی معمولا هم اندازه موج 1. یعنی هر چقدر موج 1 باشه موج 5 هم هست. حالا استثناءاتی هم هست، هیجاناتی هم هست، حالا مسائلی از این دست هست. موج 5 ما میتونه تا در واقع این انتهای موج 3 باشه. یعنی ما میتونیم مثلا موج 5 ما این باشه، ولی کوتاه‌تر، خیلی کوتاه‌تر نمیتونه باشه، یا خیلی بلندتر نمیتونه باشه. میتونه در واقع حالا یه چیزی بین 1 و 5 تقریبا مثل هم هستن. موج 3 یادتون باشه نمیتونه کوچکتر از موج 5 و 1 باشه. موج 3 کوچکتر از این دوتا نمیتونه باشه. یعنی مثلا ما بگیم موج 3 اصلا یه چیزی بی ربطی نمیتونه باشه. یا همیشه این چیزم داشته باشین، در بازار تعادل و تناسب باید باشه. ما هم تعادل داریم و هم تناسب داریم. یه چیز بی تناسب خیلی نمیتونه باشه. اگر یه چیزی دیدین خیلی بالا رفت، یک جایی اونو جبران میکنه، یا اگه یک چیزی خیلی پایین اومد بدونین در یک جایی در واقع جبران اون چیزو انجام میده. خب پس در واقع مراقب این داستان به این شکل باشه. خب موج 2 ما اگر بلند بود، چه به لحاظ زمانی و یا چه به لحاظ عمقی، اگر موج بلندی باشه، موج 4 ما نمیتونه انقدر بلند باشه، معمولا کوتاه‌تر و کوچیک‌تر. و اگر موج 2 ما یه موج کوتاهی بود، موج 4 ما امکان اینه که موج بلندی باشه، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ در واقع عمقی میتونه موج بلندی باشه. و برعکسش
اگه موج 2 ما بلند بود، موج 4 ما یه موج کوتاه میتونه باشه. خب به این شکل. پس این اساس کار الیوت. حالا موجا چجوری شروع میشن؟ موجا اینجوری شروع میشن که اگر یادتون باشه راجع به واگرایی صحبت کرده بودیم، شما وقتی واگرایی منفی رو میبینین، واگرایی مثبت مثلا به این شکل، اینجا مثلا واگرایی مثبت، خب میبینین یعنی انتهای یک روند، انتهای یک روند نزولی. یعنی مثلا ما اینجا هر زمانی که اینجا مثلا میاد به این شکل، حالا یه اضافه ای داره، من اونو با یه خط دیگه بکشم، معمولا اینجوری. خب اینجا اومده به اینجا رسیده. خب اینجا یه واگرایی چی میبینیم؟ مثبت. واگرایی مثبت رو که میبینیم، اتفاقی که بعدش میفته این میاد تا اینجا بالا، بعد دوباره یک اصلاحی انجام میده، دوباره میره بالا، اگه توجه کرده باشین میاد مثلا تا اینجا میاد پایین و بعد موج 5. بچه الگوها اکثرا انتهای موجا وقتی میفتن در واقع همون شما وقتی یه موج شروع میشه همون 1 2 3 4 5. خب یا برعکسش، مثلا اینجا الان واگرای منفی اتفاق افتاده، میاد یه دونه اینجوری اصلاح میکنه میاد پایین، وقتی برمیگرده اصلی از اینجا میریزه. خب یه همچین حالتی میشه به این صورت و بعد شروع میکنه به 5 تا موج و مجددا حرکت رو به بالا. خب یکی فکر کنم سوال داشت. خب من یه سوال می‌کنم، یعنی موقعی که روند عوض میشه اون واگرایی رو میبینیم، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که هرچی موج اولمون قوی تر باشه رو اون ارز، موقعی که رو اون جفت ارز موقعی که ورود بکنیم انتظار گین بیشتری داشته باشیم دیگه، اگه درست تشخیص داده باشیم. شما اگر موج 2 قوی داشته باشین در واقع موج 3 خیلی خوبی داریم. یعنی عمق موج 2 تون عمقش خوب باشه، عمقی که داره موج خوبی باشه، در واقع موج 3 خیلی پرقدرتی داره. اگر نه این ضعیف باشه در واقع این با 1000 جور چاله چوله میرسه بالا که حالا شاید خیلی هم قوی نباشه. حالا من نمیخوام بین اینا اون اضافاتش رو خیلی نمیخوام راجبش صحبت کنم الان، اونو میذاریم برای جلسات بعدی، ولی میخوام ببینم که اساس فرمولاسیون چیزو گرفتیم الیوتو. من بله. خانم فاطمه هم متوجه شدن. فقط استاد این موج 2 اگر اصلاح زمانی هم باشه، اصلاح زمانش هم طول بکشه، اونم موج 3 خوبی داری؟ نه عمق، اگر عمق خوبی داشته باشه. آها. یعنی مثلا اینجوری من به شما بگم اگه عمقش اینجا باشه انقدر مثلا بیاد تا اینجا طول بکشه، نه خیلی قوی نیست. این تا اینجا طول بکشه امکان داره این از نظر زمانی مثلا یه خورده عقب‌تر باشه، خیلی طولانی نشه، ولی هرچی عمق ما بیشتر باشه. بذارین بیارم آرسای
دو تا. خب مثلا الان در اینجا، خب اینجا همین جایی که هست، ببینیم بچه، حالا همین جایی که الان هست یه موج اومده بالا، موج دوم، موج 3، موج 4 و موج 5. بالاتر نرفته ها. از نظر زمانی ببینید موج 4 بلندتر از موج 2. از نظر اینجا سقف موج 1 که اینجا هست تا سقف موج، یعنی انتهای موج 4 اینجا بوده. خب باید رفته بالا، خیلی هم بالاتر نتونسته بره، تقریبا یه چیزی شاید تو مایه‌های همین یه خورده کوتاه‌تر اومده و بعدش هم اومده پایین. حالا اینجا که به انتها برسه این موجه، حالا این تیکه شاید از نظر من مثلا نگاه کنید اومده پایین، این در تایم فریم 4 ساعت شاید بهتر دیده بشه. در تایم فریم 4 ساعته نگاه کنید 1 2 3. خب این 1 مثلا 2 این 3. حالا برای اینه که بخواد در واقع این تیکه بخواد صعودی بشه نیاز دارین چی رو ببینین شما اینجا؟ اول واگرایی برای مثبت. واگرایی مثبت رو میدونین شما در چه صورت میبینین؟ این تا اینجا که اصلاح کرده بیاد پایین تر. خب بیاد پایین تر یعنی بیاد اینجا قرار بگیره. خب اگر اونجا قرار گرفت، حالا حتی اگه قرار هم نگرفت، اینجا در واقع به صورت به این شکل بود، یعنی اومد تا اینجا، تا این کفه اومد ولی این دیگه پایین تر نیامد و حرکتش صعودی شد، اینجاست که در واقع میاد بالا و شما باید در انتهای این بگیرین این موج، انتهای اینجا، یعنی در تایم فریم 4 ساعته همچنان شما باید زمان رو اجازه بدید بگذره تا به اون نقطه دلخواه برسه. خب بعد وقتی رسید موج 3 رو بگیرین شما، ببینید یک گین خیلی خوب میتونین ازش بگیرین. حالا بیایم یه خورده عقب‌تر. باور من یه نکته رو متوجه نشدم جسارتا. جان کجا شد؟ نزولیمون مگه قرار نبود 3 تا موج باشه؟ آره 3 تا موجه، ولی شما در ظاهرش خب اون در واقع 3 تا موج در ظاهر میبینید انتهای اون. حالا اینو توضیح میدم الان، بریم روی صعودیش بعد روی نزولیش بهتون میگم که چجوری باید بفهمید به چه صورتی. این هم خب به هر حال طرح بازار هم هست دیگه، یعنی مثلا یه چیزایی هست این اومده اینجا مثلا 3 4ش اومده، معمولا 5ش شاید 4ش مثلا اینجا خوب میمود، بعد از اینجا میامد پایین، ولی تا اینجا اومده بالا و با دوره برگشته کنه. اینا چیزاییه که دیگه کاریش نمیشه روی بازار. ولی همین تیکر اگه داشته باشیم شروع موجه یک که نگاه کنیم اینجا ما الان چی داریم؟ واگرایی مثبت. از اینجا که بخوایم بگیریم مثلا تقریبا یه واگرایی مثبت. خب بازار اومده حرکتشو انجام داده، اینجا اصلاحش هم انجام داده. خب از اینجا به بعد جاییه که ما باید بگیریم تا کجا؟ تا انتهای اینجا.
بعد از اون میاد موج 4 رو میزنه که این موج 4، این موج 2 مونه. خب موج 2 ببینید کوتاه‌تره، یعنی این موج 1 مثلا، این 2، این 3، این 4 تا اینجا. حالا تا اینجا میگیرم، اینم یکی انداخت. خب این 5. حالا 5 اینجا. الان بین این 3 و 5 اینجا چیه بچه ها؟ همون قاعده‌ای که شما فرمودین موج 5 قلش از 3 نباید بالاتر بره، نه نهایت هم مساوی. نه اینکه نباید بالاتر بره، میتونه بالاتر بره، میتونه هم سطح هم باشه. واگرایی منفی. آره یه واگرایی منفی داره. حرکت اول، حرکت دوم میتونه نقطه مناسبی برای در واقع گرفتن یک پوزیشن سل باشه تا اینجا. خب حالا ما اینا رو چجوری متوجه بشیم؟ پس یکی از قواعدش که خیلی ساده میکنه شروع موجو برای شما چیه؟ واگرایی. باریکلا. و انتهای یک موج چی رو به شما نشون میده؟ بازم واگرایی. واگرایی منفی. خب تا اینجا اوکی بودین؟ خیلی راحت‌تر 4 تا میشه درک کرد اینجوری. وای حالا یه چیز خیلی ساده بهتون میگم. شما این فیبوناچیه رو بندازین اینجا. خب فیبوناچی رو که میندازین اینجا، حالا من اینو از اینجا بسنم. فیبوناچی رو که بندازم اینجا، یا کنین موج اول، موج دوم یکی از این اعداد طلایی ماست. خب یکی از اعداد طلایی ما انتهای موج 2. انتهای موج 3 کجاست؟ 1/618. خب وقتی موج 4 ما از در واقع خط 100 پایین تر نیاد، پس این فیبوناچی ما درست. اوکی شد؟ انتهای موج 3. اون فرمول طلایی که به شما گفتم که حساب میکردیم، وقتی به یکی از اون اعداد برسه یعنی شما دیگه مطمئن باش، مطمئن، یعنی هر کار خاصی بکن، انتهای موجی، یعنی انتهای موج 5. خب اینو مطمئن باش. که بعدش در واقع باید بریم دنبال یک اصلاح نزولی. حالا موج 3 اونو چجوری دراریم؟ موج 5 اونو. پس اینو من مقدماتی دارم بهتون میگم و جلسه بعد راجبش بیشتر توضیح میدم. پس شما بعد از اینی که واگرایی منفی و مثبت رو دیدیم، موج اول حرکت کرد، اومد اصلاح کرد، خب حالا روی هر عددی که بود به 1/618 رسید، یعنی موج 3 مون رسیده. یه اصلاحی انجام میده اونجا. اصلاحو که انجام داد، اون اصلاح اگه از سقف 1 پایین تر نیامد،
در واقع شمارشمون درست در اومده. خب میتونیم آماده باشیم که حالا در تایم فریم های پایین‌تر، خب این خودش مثلا در تایم فریم 15 دقیقه این خودش این مسیره دیگه. شما میتونین اینو بگیرین و در واقع سودتون رو ببرید. اگر هم این اتفاق نیفتاد شما حداقل میدونین اینجا اومده، اجازه بدین که موج 5 زده بشه که بعد نزولیشو بگیریم. حالا نزولیشو چجوری میگیریم؟ نزولی رو چجوری میگیریم؟ اجازه میدیم موج اولش شکل بگیره تو موج اول شکل گرفت. خب فیبوناچی رو میندازیم اینجا، میاد اومده تا مثلا این عدد اومده. خب این 1/618 که هدف ماست. الان خانم مهتاب اینو حساب کن، اینجا رو 38 و 20 میشه چند؟ میشه 61,080. الان دارم نگاه میکنم. اینا رو نوشته بودم اینجا. اشکال نداره، ماشین حساب هست جلوی دسته؟ بله بله. خودتون انجام بدین که کامل درکش کنین و الان من خودم انجام میدم. الان 38 و 20 میشه 61,080. 61,080 به علاوه 2,236. 2,236 اینجاست. بله. اینجاست دیگه. نگاه کن. اینجاست. اینجا الان این کجا خورده؟ درست دقیقا خورده به. ببین یعنی ما اینجا سلمون رو میگرفتیم از بر اساس در واقع اون چیزی که داریم تشخیص میدیم سلمون رو میگرفتیم، در واقع اینجا انتهای روندمون بود. انتهای جایی بود که ما در واقع ترید کرده بودیم. خب ما اینو از اینجا تا اینجا بگیریم بهتره یا اینی که اینو از اینجا بگیریم یا مثلا اینو از اینجا بگیریم تا اینجا؟ ما بندازیم توی اتوبان قشنگ سوده همینجور تیپ 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 بخوره بهتره که تا اینی که بیایم اینجا خودمون رو بندازیم تو چاله چوله. خب حالا الان رسیده اینجا، منتظر میشیم این تکلیف این روشنش. تکلیفش که روشن شد آماده میشیم برای گرفتن یه موج، در واقع یک شروع یه موج جدید و یه حرکت جدید و یه سود جدید. خب الان یه نکته دیگه. حالا نکته نمیخوام خیلی نکته ایش کنم ولی یه 2 ساعت. خب اینجا بهتون گفتم که اینجا انتهای اون موجه بود دیگه. خب ما یه دونه در واقع معمولا اینجوریه. میخواین اینو توضیح بدم یا بعد بذارم جلسه بعد اینو بگم؟ حالا اینو یادتون باشه هیچ وقت مثلا وقتی یه همچین روندی مثلا یه همچین ریزشی بود از اینجا نمیاد یه ضرب بره بالا. خب بازار یه مقدار اون چیزای خودشو داره. یا مثلا ببینین اینجا این دو موجه هست مثلا به این شکل. الان من یه فیبوی ریز اینجا میندازم فقط برای چیز. خب ببینین این تا اینجا اومده بعد برگشته. خب اینجا که تیپیمونو میزده خب اومده. حالا این بر اساس در واقع یک ABC اومده تا این بالا اومده. خب که بهتون باز اینو روش محاسبهشو میگم. این اصلا از اینجا نباید میگرفتیم ولی
حالا اصلا گیریم اومدین اینجا، اینو به این شکل اینجا گرفتیم تا مثلا اون عدد طلاییه، خب که اینجا با فرموله. خب سودتون رو گرفتین شما. یعنی حتی اگه اینجا میذاشتین، اینا رو اینجا میذاشتین، بازم سودتون رو میگرفت. پس این به این شکله. ولی بهترش چیه؟ بهترش اینه که اینا رو از در واقع شروع موجاش بخوام بگیریم. خب اینجا که هیچ واگرایی نداشته، اینجا هم نداشته، حالا به این شکل نداشته، پس اینا اینجا هیچ کدوم انتهای موج حداقل در اینجا نیست، یا حداقل این شروع موج نیست. خب ولی من دنبال یه موقعیتی هم توی اینا که توی تایم فریمی که باز یه چیز بهتون بده. ببینید حتی اگه ما مثلا اینو یک موج 1 و 2 در نظر بگیریم، موج 2 از نظر زمانی زیاد اومده. خب اومده اینجا انتهای موج 3 بوده که رسیده مثلا، و میبینید که هیچ اصلاح عمیقی نداشته. اگر اینو با فیبوی اکستنشن بندازیم، بزنیم ببینم. تو با اکستنشن هم بندازیم، حتی باید عددهای دیگهش روشن بشه که این برسه به این انتها. حالا به هر حال اگر این موج 1 باشه، 2 3 اینجا میاد، 4 و 5 اینجاست. خب 5 میرسه به این نقطه. مجددا خیلی بالاتر نرفته. خب خیلی بالاتر نرفته و از اینجا اومده اصلاحش رو انجام داده. 1 2. حالا میتونیم مثلا اینو بگیم 1 2، مثلا بعدش ریزشش تا اینجاست که باید دوباره اصلاح کرده. اینا ابتدا و انتهای روندش موج زیاد داره، ولی پیوتای اصلیش اینا نیست. اینجا هنوز یه پیوت اصلی حداقل تو این تایم فریم ها نداره بخوایم بزنیم. اینا اینجوری بهتر که بخوایم اینا رو ریز موج‌تر بگیریم در تایم فریم پایین‌تر. حالا اینجا مثلا نگاه کنین، این یک واگرایی منفیه، مثبت از اینجا تا اینجا اومده پایین. خب اینو مثلا ما میتونیم ما بیاین در نظر بگیریم این قسمت رو. این چون در تایم فریم کوتاهه، اینو میتونیم بذارشم بگیریم. ببینید این حتما باید در آینده به این نقطه برسه. حالا امکان داره اینجا یه خود بازی داره، بستگی داره به اینی که از نظر زمانی چقدر تایم ببره این موج 2 ببره و بعد برسه به این موج 3. احتمالا اینجا یه اصلاحی میکنه و بعدش حالا موج 5 که انتهاش باشه دیگه میره و میزنه. حتی اگه بالاتر هم بود دیگه اونا بچه اون دیگه هیجان بازار، حالا مسائلی از این دست. ولی اینجوری حالا حتی اگر خیلی هم دقیق در نیاد روی تایم فریم های کوتاه، مثلا روی بیت کوین و فلان و اینا، حتما مثلا شما نزدیک تارگتتون و تارگت هاتون حتما میخوره. حالا اینو با ایچیموکو شکست خط روند و اینا هم بخواین هماهنگ بکنین دیگه نور علانو بود. سوالی هست؟ بچه ها اصلا متوجه نشدین فکر کنم. حقیقتا این 4-5 دقیقه آخر یه مقدار گنگ بود. خب ایرادی نداره. شما روی همین چارچوبی که گفتم ساده، به صورت ساده تمرین کنین، کار کنین تا روی تایم مثلا روی نکات بعدیش من بخوام براتون. البته خودم میدونم که الیاد یه مقدار پیچیده است، ولی خب سعی میکنیم که ساده ترش کنیم.
استاد الان روی سولانا رو تایم فریم 4 ساعته تو لایف فکر کنم یه چند تا موجش رو زده باشه فکر کنم. ببین مثلا الان اینجا رو تایم فریم 4 ساعته، رو تایم فریم 4 ساعته اتفاقی که افتاده همون قسمت آخر چارت هستش، همون چند اینجا تا. رو میگی یا اینجا؟ همون همینجا از همین پایین که آخرین پیوت پایینی که آخرین حمایتی که هستش کف. درست. و اینجا قبلش یه واگرایی یه موج زده رفته دوباره یه موج زده دوباره. ببین اینم خیلی واگرایی مثبت نیست و یعنی کامل نشده. دلیلش هم اینه که وقتی تو تایم بزرگ نگاه میکنیم مثلا این موجا کامل نیست، چون که کامل نیست روی لایوش الان یه مقدار سخت تشخیص دادنش داستان. ولی مثلا الان همین تیکه رو شما بخواین بگیرین، مثلا این تیکه که احتمالا باید توی تایم فریم دیگه چیز باشه، در تایم فریم دیگه بایستی واگرایی داشته باشه. اینا اینجا بکنید از اینجا اومده در واقع این حرکتی که اینجا زده شده این به انتهاش اینجا رسیده و بعدش شروع کرده پایین اومدن. معمولا این در واقع موج شماریش به این شکل میشه. ببینم اینجا واگرایی نداره درست، ولی اینجا که داره این میاد موج یک تا یه همچین حالتی این اومده به این شکل، اینجا رفته بالا این موج 3. حالا این ABC که اینجا زده و تموم شده اومده، ببینیم به دلیلی که اومده پایین تر از این سقفه، پس دیگه در واقع این اون 1 2 3 ما درست نبوده. خب یعنی موج ما درست نبوده. نکته ای که داره اینه که شما بازم اگر اینجا میگرفتیم شما تا 1-618 گرفته بودین پوزیشنتون. حالا این در یه تایم فریم دیگه مثلا مثل روزانه هم باید اینجا یه اصلاحی انجام بده. اینا الان چون موجش کامل نیست ما باید متاسفانه برگردیم روی چیز، یعنی مثلا به گذشته بازارا نگاه کنیم. اینا الان در واقع وسط ترند هاست که هیچ کدومشون کامل نشده که من میخوام بگم به باید برگرده عقبش. داریم مثلا در مورد خود بیت کوین هم بچه‌ها الان اینجا ببینین مثلا موج 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش به این شکل بوده که مثلا 1 و 2 اومده، مثلا 1 مثلا اینجا بوده، 2 3 مثلا 4 و 5ش. حالا حتی 5ش کامل نیست ولی حالا چون واگرایی داشته من دارم میگم واگرایی منفی داشته و میاد که مثلا حداقل تا این قسمت ها تا مثلا 51 اینا میاد پایین. حالا این اصلاح اینجا رو بزنه که البته نزده، اصلاح اینجا رو بزنه یک با فیبوناچی میشه گرفت و کامل بیاد تا این مرحله پایین. ولی هیچ وقت تا مثلا اینجا نمیاد دیگه با توجه به این
استراکچری که داره الان به طور مثال الان همین جایی که مثلا نگاه کنید یه واگرایی مثبت داره اینجا از شروع روند میاد کف و سقف موج 2 و 3 و حالا 4 و 5 که اینجا زده شده. شاید اینجوری بهتر دیده بشه. انتهای روند اومده و ادامه. باید اینجا هنوز کامل نیست توی، ولی مثلا اینجا شما ببینید همیشه بعد از در واقع موج 3 در واقع وقتی انتها میاد موج 3 پایین یه دونه ABC به این شکل میره بالا که برای موج 5 و بعد همون چیزی که میگم 1 2 3 کامل میاد که یه مثلا 4 و 5 هست در دلش ولی نهایتا تا این کف. خب یعنی کل مجموعه حرکت بیادید 3 تا حرکته 1 2 3 به این صورت. در مورد مثلا 1 و 2 اینا اینجوریه. ببینید مثلا این موج 1ش در واقع از اینجا شروع شده. بیت کوین در هفتگی اینجا شروع شده 2 3 1 2 مثلا 3 اومده بالا که مثلا اینجا بوده اصلاح انجام داده و رسیده به 5 همینطور هم که میبینین اینجا یه واگرایی در واقع منفی هم داره میاد و اصلاحش رو انجام داده و بعد موج بعدی شروع شده. البته این چیزی که بچه میگم به دلیلی که هنوز موج کامل نیست مثلا چه بسا این یه موج کامل باشه در تایم فریم دیگه یعنی مثلا این 0 اومده 1 2 اصلاحش رو انجام بده و بعد مثلا حرکت اصلیشو در واقع بره بالا. چون اینا مثلا روی رمز ارزها مثلا خیلی کامل نیست روی مثلا یورو یو اس دی یا چیزایی از این دست خیلی بهتر اینا پیدا میشن. مثلا یه روندی رو بذاریم پسش بگیرم. ببینیم مثلا این الان موج 1 ها خب 1 اومده ولی 2 از نظر زمانی ببینیم خیلی زمان برده یعنی 2ش از نظر زمانی خیلی طول کشیده و بعد مثلا در تموم شه اصلاحش کامل شه مثلا میره برای موج 3 شو اینجوری عمل میکنه مثلا یه همچین حالتی میشه. امکان داره حتی تا اینجا پایین بیاد و بعد از اینجا حرکت کنه بره تا مثلا این عدد در آینده چون این الان روزانه است خیلی آینده میشه. باید یه مقدار خودتون بگردین اینا رو پیدا بکنین. اگر راجع به اون محتواش سوالی هست بپرسین که من بگم بهتون. ولی ساده ترین حالتش همینیه که گفتم بهتون. کدوم از اینا که خیلی
مثلا این چیپ یو اس تی هم جزو ارزاییه که خیلی میاد پایین، حسابی ریزش داره. توی تایم فریم های ریستر شیبا که دیگه داره کف داره میاد پایین تر کنه. آره دیگه. خب ببینیم مثلا الان در مورد شیب هم همینه. خب مثلا ما اگر اینجا رو یه واگرایی مثبت در نظر بگیریم، این حرکتی که اومده اینجا، این اصلاحش حالا در تایم فریم 5 دقیقه میتونید شما بیاد مثلا یه خورده بالاتر روی کندلای بالا بشینه، میتونید تا 1.618 که میشه این انتهای موج 2 میشه، موج 3 شو بگیریم و موج 4ش به تب کوتاه‌تره. خب ولی باید حتما بین این دوتا بشینه، بسته بشه کندلاش. اینجا بگیرین امکان داره که مثلا بیاد دوباره برگرده. علاوه بر این که باید المان‌های دیگر رو هم در نظر بگیریم. شیبا میتونه به این صورت حرکت بکنه. شیبا مثلا بیاد اینجا که حالا تا اینجا اومده، چون اون میذاره مثلا اینجا انتهای روندش باشه که خودش یک هدف، بیاد تا اینجاها تا اینجا و 5 هم اینجا برسه که مثلا انتهای این روند است و باز مثلا یک مثلثی بزن. و محمد من فکر کنم همچنان درگیر شد. اولش به نظر خیلی ساده اومد، بعدش یه خورده پیچیده شد. یه مقدار پیچیده شد. فرمولش همونا، حالا در جای مختلف. اینم در واقع یه جورایی مثل ایچیموکو، ولی شما دو تا نکته رو در نظر بگیرین اوکی. یکی انتها و ابتدای رونده، یعنی وقتی شما یک واگرایی مثبت میبینین، یعنی بعد شروع اولین موجی که میزنه موج 1. خب دومین موج اصلاحشه. ما انتهای موج 2 باید یک روندی رو بگیریم. خب انتهای موج 2 هم با فیبوناچی مشخص. خب هدف 1.618 انتهای موج 3 مون هست. گاهی اوقات هم بازار بر اساس اینا نمیره. خب یعنی منظورم این نیست که بر اساس مثلا الیوت نمیره و اینا، هیجانات بازار زیاده. خب یعنی شما حتما تیپیتون زده میشه، ولی اضافهش نه، این اضافهش رو نه من میدونم و نه شما. ما اون چیزی رو که مثلا در نظر میگیریم اینه که مثلا الان این شیبا مثلا میاد یه موج رو شروع کنیم، موج 3 انتهای موج 3 ما تخمین اون اینه که در این نقطه است. وقتی در این نقطه است تیپیمون رو میذاریم دیگه میخوره. حالا این امکان داره اصلا تا اینجا بالا بیاد. مثل همینی که میگم شما تیپی رو بزنین یه دفعه شاید الان اینجا یه حرکتی بزنه، یه شادو بزنه به این برگرده بیاد پایین. خب و اصلا الیوت ما به هم بریزه، این از سقف هم بیاد پایین تر. خب که باز از یه جای دیگه موجی شروع میشه. ولی همیشه بازار بر اساس ایناست. یکی از نکاتی که خیلی مهم بود، حالا همیشه هم من بهش اشاره کردم، دونستن اینی که شروع موج پیوتاش کجاست، انتهاش کجاست و دیگه الان تقریبا فکر کنم میدونیم ابتدا و انتهای یک موج کجا قرار میگیره. خانم محتوب فکر کنم یه تمرین فرستاد.
این الان چیه؟ یونی یو اس دی. نمیدونم حالا درست کشیدم آره دیگه. نه درست، فقط یه نکته نازکی داره اینجا و اونم موج 5 است. خب موج 5 موجی که مثلا بلنده، خب موجی که انقدر بلندتر از موج 3 یا مثلا موج 1 هست اون درست نیست. خب موج 5ش فقط درست نیست ولی هولوش همینه. یعنی فکر کنم شادوش استاد خیلی گرفت. آره حالا شاید شادوش مثلا باعث شده بلند باشه ولی مثلا این تقریبا میتونه درست باشه. خب تشخیص این برای شما شاید 100% نباشه ولی حتما شما رو به سوددهی میرسونه. حالا من سعی میکنم مثلا در روزهای آینده براتون نمونه هاشو بذارم. نمونه هاشو براتون بذارم که بهتر باشه، در واقع بهتر براتون جا بیفته. حالا الان این چند وقته مثلا بازار انقدر مثلا حالا رنج بوده و نمیدونم چیزهای مختلف داشته اونقدر ترتمیز و مرتب در نمیاد و نیازی نیست همیشه مثلا ما از این مثلا چیز استفاده بکنیم، یعنی خودمون رو مثلا به این چاله ها بندازیم به این شکل. این موج اوله اومده تا اینجا و بعد حرکت کرده رفته. اگه ما تیپیمون مثلا 1,618 بود تیپیمون هم زده بود، بعدش هم حالا به این شکل اومده پایین. شما حتی مهمترین مسئله برای ما شروع موج در واقع انتهای موج 2 و انتهای موج 3 هست، باقیش هم زیاد اهمیتی نداره. الان مثلا اینجا بگیم 1 2 3 چون 4 و 5 باشه به خاطر اینکه 2 بلند. نه این از اینجا شروع میشه. از جایی که اصلاح میکنستی. این حتی سبکتر از چیز بوده به 1,618 هم نه. اینا دیگه کارش نمیشه کرد توی 5 دقیقه. اگر اینکه بیایم مثلا رو تایم فریم بزرگتر وای کن همین یه تیکه وسط تصویر هم واگرایی داره هم 5 موج. آره وای کن جسارتا من مثلا تو این حالت دیگه باید اوردرم رو بکارم دیگه، یعنی بیام اون بودجم رو تقسیم بکنم روی اون عددهای طلایی. دقیقا همین. حالا یه نکته که توی چیز خیلی مهم هست و همین موضوع خیلی مهمه اینه که ببینیم مثلا الان در مورد این شیب ما اگه بیایم اینو از اینجا مثلا اگه از اینجایی که شروع شده بگیریم، این اومده اینجا حرکتشو انجام داده نهایتا ببینیم رسیده به این هدف ما. خب و شاید مثلا میگم طبق این چیزی که مثلا الان هست بر اساس اون فرموله خیلی پایین تر هم بیاد، یعنی برگرده مثلا رسما به اینجا و امکانش هم زیاده. بخاطر اینجا ببینین اینجا رو از دست داده و یه سری رمزارزها یا یه سری اصلا موارد مثلا حالا طلا یا چه میدونم یورو یو اس اینا هست
در یه شرایطی شاید دقیقاً اون چیزی که ما میگیم اتفاق نیفته، ولی هول و هوشش اتفاق میفته. خب مثلا اینو نگاه کنید، الان این اگر مثلا یه پوزیشن سل باز کرده بودیم، اینجا باید این میامده به این تیپی میزده، خب ولی نزده، حرکت دوباره کرده به این شکل، دوباره اومده بعدن زده، از نظر زمانی به مشکل میکنه مثل این. و در واقعیت ترید کردن اینو شما نمیتونین بگیرین ها. یعنی شما اگه اینجا رو گرفته باشین میاد اینجا، تیپیتون نخورده، باید این دستی مثلا بسته بشه، تایم فریمش 4 ساعت خیلی زیاد. ولی اگه این برگرده به این شکل، عملا ما از نظر روحی روانی هم نمیتونیم مثلا این پوزیشن رو گرفته باشیم تا اینجا. این فقط در تحلیل این در میاد، چون هیچ پولی گذاشته نشد. این حقیقته تو این بازاری. یا مثلا الان در مورد طلا، اینجا موج، مثلا اینجا ما واگرای منفی رو داشتیم، خب اینجا واسه به لحاظ فنی باید می اومده مثلا به تارگتش میخورده، ولی این اتفاق برای در واقع چیز نیفتاده، برای طلا نیفتاده همچنان الان، چون اصلا تا اینجا بالا بیاد و بعد برگرده بریزه. مثلا اگه بیارمش مثلا روی این تایم فریمه، روی این تایم فریم بیارم، شروع روندش در واقع از اینجاست، از اینجا اومده رسیده به اینجا 4 5، این پنجمش اگر از اینجا من بگیرم. خب خیلی بالاتر از اون چیزی میزنه که مثلا ما میتونیم مثلا از این فرمولمون دراریم انتهای این روند. ولی اتفاقی که میفته اینه که باید یه سری موجا، مثلا شما یه موجی رو کامل شناساییش بکنین که بتونین بعدیشو در واقع بگیرین، مثل همین. و مهمش هم همینه، مهمش اینجاست که شما بتونین اینو از اینجا تا اینجا اینو بگیر موج یک، اینجا ما واگرایی مثبت داریم دیگه، اومده اینجا گرفتیم، اومده حالا حرکت کرده به این شکل رفته و حالا حتی بالاتر از تارگت ها. یه نشونه ای که داره معمولا توی موجای بین مثلا موج مثلا این 1 2، خب موج 2 و موج 4 که داره، انجام بذارم. خب معمولا اینا بچه ها به شکل اینکه در واقع رسمم اینجوریه، خب یعنی 1 2 3 داره. معمولا اینجا هم شما چیز میبینید، یا شاید اصلا هر دو جاش شما اینجا چیزی رو که میبینین یک مثلث. حالا مثلث رو درستش کنم. حالا مثلا یک چیزی شبیه مثلث رو شما اینجا میبینید. اینجا تقریبا یه الگو میبینین، اینجا هم همین. اینجا شما یا میتونین کانال بکشین یا یه الگو ببینین، یا همین 1 2 3 هست. اینجا معمولا مثلث، شاید اینجا هم باشه،
یعنی شما اینا رو که میبینیم اینا موج 2 موج 4 تونه. خب از چند تا راه شناخت پیدا کردیم براش؟ برای کل موجا 5 تا موج. نه ببین ما این 5 تا موج در واقع سر جای خودش. خب ما یه جاهایی باید یه سری تشخیصا بدیم دیگه در شرایطی که مثلا سخت میشه داستان. موقعی که مثلا موج 1 میاد میخواد 2 رو بزنه یا یک ABCه، خب یعنی یه ستاییه یا یک الگوه. خب یه الگو میزنه. اون الگوه نشون میده که شما الان مثلا به انتهای یک موج در واقع حالا مثلا 1 یا 3 رسیدین و داره اصلاحش انجام میشه. خب اضافه اون میشه مثلا موج 5 حرکت اضافه. خب پس بین در واقع 1 و 2 الگوه معمولا و بین 3 و 4 هم معمولا یه الگوه. حالا الگوه فنجون میتونه باشه، الگوه مثلث و نمیدونم پرچم و این قصه هایی که راجع بهش صحبت کردیم میتونه باشه. یعنی شما هر کدوم از این الگوها رو دیدین حواستون رو جمع بکنین بهش که مثلا یه موج دیگه میخواد شروع بشه. خب یعنی به این شکل. الان اینجا حالا در مثلا ریز موج‌تره، مثلا اینجا که شما میبینین یه الگوهایی میتونیم بذاریم، اینجا همون در واقع انتهای یک موج میشه که باید حرکت بعدش. هر نقطه‌ای که مثلا شما بتونین یه الگویی بذارین، الان مثلا من احساسم اینه که اینجا مثلا میخواد یک چیز زده بشه، مثلا یه دونه مثلث به طور مثال. خب حالا الان که مثلا کامل نیست، ولی مثلا اگه یه مثلث باشه نگاه کنید اینجا هم یه 1 2 3 داره. خب این میشه انتهای این جا به این شکل. خب این اومده رسته اینجا. حالا تو همین محدوده ها احتمالا تمام هم هست. نه اینجا هم یه دونه واگری اصلا منفی زده. پس این الان موج 5 بوده، حالا اومده یه اصلاح اینجا انجام میده و بعد طلا میاد پایین. حالا اگر یه دفعه رفتم بالا مثلا به اندازه همین چیزی که این مثلث رو بشکونه، یا شاید اصلا یه خورده از نظر زمانی زمان ببره و بعد یه خورده بره بالا و بعدش شروع کنه بریختن مثلا انتهای اون موجه بیاد. بابا یه سوال فنی داشتم. این پوزیشن که با این حالت مثلا موج 1 و 2 با اصلاحش اوردر بذاریم بگیره، خیلی وقتا برای خودم هم پیش اومده. الان تو همین مثالایی هم که شما میزدین من چند تا دیدم. اگه بخوایم بعد از اینکه پوزیشنمون فعال میشه مثلا 1% میره تو سود، استاپمون رو بیاریم بالا یا ریسک فری بکنیم، این برمیگرده اون ریسک فری ما رو میزنه دوباره حرکت میکنه. می‌خواستم ببینم این قلقی یا فرمولی داره که تو چه حالتی ما باید ریسک فری بکنیم یا نکنیم که این اتفاق نیفته؟ ببین قلق یا فرمولش معمولا حالا یه چیزی که توی تمرین ها علی آقا گفته بهتون. خب شما زمانی یه ترید خوب داری که نقطه ورود خوبی داشته باشی. خب تا زمانی که شما یه نقطه ورود خوب نداشته باشین در واقع ترید خوب و استاپ خوبی هم نداریم، چون استاپ ها معمولا در جایی که باید میخوره. خب ولی اگر شما بعد مثلا به طور مثال الان اینی که دارم میخوام براتون بگم این مثاله. مثلا من الان اینجا اومدم اینو گذاشتم اینجا. خب انتظارم این بوده که این اصلا تا اینجا پایین بیاد. خب ولی یه نکته رو فراموش نکنید، وقتی ما داریم اینجا میخوایم بایو بگیریم شما تا انتهای این تیکه امکان استاپ خوردن دارید.
خب حالا هرچند این با این موجه می آمد پایین‌تر، استاپ شما کوتاه‌تر میشه. ولی الان همین جایی که الان هستیم، اگه منطق در واقع بازار بخوایم در نظر بگیریم، اینکه اینجا اومده استاپ شما اینجاست و مثلا حتی حالا در خونه آخرش مثلا من میگم شما این انتهای مثلا چیزه که نیست اونم، یعنی چون اومده اینجا من فکر کنم عدد 200 یا 160 خورده ای باشه، یعنی مثلا یه همچین عددیه. خب یه همچین جایی در واقع میشه استاپ شما و اینم ریسک و ریوارد شماست. تازه اگه بخوایم مطمئن تر باشیم باید در واقع بیایم اینجا. اوکی شد؟ بله اوکی. یعنی ما راهی نداریم، یعنی فکر نکن شما اگه بیای اینو بذاری اینجا استاپ جای درستی ها، نه استاپ جای درستی نیست، چون این میتونست بیاد اینجا یه دفعه بیاد اینجا یه شادو بزنه اینجوری برگرده بعد بیاد بره بالا. ولی این موجی که اینجا شروع میشه، اینی که ما گرفتیم، این بیاد اینجا با پایین تر از این امکان داره تا اینجا هم پایین بیاد، ولی دیگه انقدر پایین نمیاد که اینو دیگه بزنه بره بالا. پس منطقی ریسک در واقع اینقدر میشه. شما باید بگردین دنبال نقاط خوب، یعنی هر چقدر نقطه بهتر بود واردش بشی. در همه موارد هم همین، یعنی استثناء هم نداره. الان شما تصور کن که مثلا حالا اینجا نه، میخواستی اینجا رو بگیری، اصلا اینجا رو میخوای بگیری تا این پایین، مثلا یه همچین حالتی. خب این حتی ریستر باید بگیری. مثلا همینجا رو، مثلا اینجا تو تصور کن که اینو میخواستیم بگیریم اینجا و اینجا. خب اگر میخواستیم واقعا ریسک به ریوارد درستی بگیریم، پس اینو از اینجا میگرفتیم تا اینجا، اینم باید بگیریم شما بذارین تا اینجا. درست شد؟ اینه کاملا فهم شما صحیحه بابا. خب من یه چیز دیگه عرض کردم. ببین الان همین که شما گذاشتین، خب مثلا من اوردرم گذاشتم روی فیبو نیم، این میاد اوردر منو میزنه فعال میکنه، میره خط 100 رو رد میکنه، بعد من میام برای اینکه مثلا بدون سود از این معامله خارج نشم، موقعی که میره بالاتر استاپمو به قولی تریل میکنم، میارم بالا میذارم رو 100. این همین که داره میره بالا دوباره برمیگرده پایین، استاپو میزنه، یعنی ریسک فیرمو میزنه، بعد دوباره ادامه مسیرشو میره. اینی که من میگی من میدونم، خب این راهی نداره دیگه. یعنی یا باید ریسک پذیریمون بالا باشه، کلا استاپمون تکون ندیم. حالا نکته اینجاست که مثلا این اومده، خب اومده داره میره بالا. خب اولا یه نکته من به شما بگم، ریسک فری از همون بسم الله که ریسک فری معنی نداره که. اصلا معنای ریسک فری این نیستش که مثلا هنوز نرفته بالا مثلا ما ریسک فری چی میخوایم بکنیم. شما مثلا 3 تا تارگت در نظر گرفتی، خب به طور مثال شما از تارگت یکت میخواد رد شه، میخوای تارگت دومی رو بزنی. خب تارگت دومی رو میخوای بزنی، معمولا مثلا میان اون موقع مثلا ریسک فری میکنن، ولی مثلا شما به تارگتی نزدی چی موقع ریسک فری کنی؟ شما میخوای از اولش فری بری بالا تا جایی که رفت بری دنبالش. درسته دیگه؟ بله. خب یه همچین چیزی که ریسک فری که از اول شما داری
با حساب امام زمان و نمیدونم یا ابوالفضل داری میری جلو، پس چی داری فری میکنی؟ ریسک فری معنی نداره اصلا. شما همون اولش فری کردی قصه رو، یعنی گفتیم میزنیم میره انشالله که برسه اون هدف آخریه، دنبالش هم داری حرکت میکنی. این ریسک فری نیست اسمش. ریسک فری یعنی اینی که شما یه هدفی رو مثلا به اون هدف اولت رسیده، مثلا الان من به طور مثال الان اینجا خب اومده به این هدف رسیده، ولی من هدفم این قسمت. خب حالا به اینجا که رسیده میام با یه درصدی، نمیام بذارم روی نقطه 100، من اینجا بوده دیگه ریسکم دیگه، خب میام میذارمش اینجا از این نقطه ورودم بالاتره دیگه، غیر از این که نیست. ما اول اینو از اینجا گذاشتی تا اینجا، اینم گذاشتی این پایین به طور مثال، خب اومده رسیده به این، ولی اعتقاد اینه که این میره بالاتر، درسته؟ خب الان اینو مثلا میارم اینجا که این بیاد بره مثلا بخوره به این هدفه. خب اینم این یارو هم آوردم اینجا گذاشتم نقطه ورودمو. دیگه از اینجا میشه در واقع استاپ من. میگم خب این الان هدف اول است، ولش کن، این مثلا بیاد تا اینجا، از اینجا من شروع کردم دیگه، این الان از اینجا تا اینجا تو سودم دیگه. حالا این با یه اختلافی هر چقدر رفت بالا منم اینو میبرمش بالا، ولی شما هدف اولیه رو رسیدی بهش دیگه، غیر از این که نیست. درست متوجه شدم. آره ولی اینی که ما از اینجا که این راه افتاد اینجوری بیایم بریم بالا، بعد این یه دفعه برگرده بیاد نزنه که دیگه در واقع نمیدونم چی بهش میگم، ولی یه همچین چیزی تو بازارا نیست. آره. ممنون. اینی که من میگم مثلا حتما باید یه تارگت بذارین و نمیدونم فلان و اینا، این بیشتر به خاطر همینه. و الان مثلا همینجوری شما میزنین هیچ تیپی و هیچ اس الی هم نمیذاره، همراه باهاش میره بالا، رفت بالا که انشالله سودو میگیری، یه خورده اومد پایین دکمه رو بزنش قطع نذار به اونجا هم برسه. استاد من یه چیزی بگم، اینجا که الان شما فرمودین، چون تو قوانین همین الیوت که گفتین مثلا موج 4 هیچ وقت پایین تر از موج 1 نمیاد، درسته؟ خب موج 1 هم از 0 تا 100 دیگه تو فیبوناچی. درست. خب ما معمولا فکر نمی کنم موج 4مون دیگه زیر چیز بیاد، یعنی میتونیم استاپمون رو زیر 100 بذاریم برای که بخوایم موج بعدیشو بگیریم، برای همون موج 5شو بخوایم بگیریم. ببین یه نکته است، اینو توجه کنیم بهش. ما با توجه به این در واقع اینجا که حرکت کرده، خب الان اینجا یه حرکتی کرده، ما اومدیم مثلا اینجا گرفتیم، خب ما الان اینجا گرفتیم، اصلا اینجا باز شده، خب ما پس موج 1 اومدیم انتهای موج 2 گرفتیم دیگه، درسته؟ بله. آره. خب انتهای موج 2 که گرفتیم، برای شروع داستان در واقع یه همچین حالتی میشه قصه ما. درست. خب این ریسک به ریوارد منطقیه ها، یعنی الان این 1 به 2.5 حداقل 3 هم اگه نباشه. حالا این میخوایم بره مثلا چیز بالاتر، خب بالاتر میخواد بره، وقتی میخواد بره بالاتر من کاری ندارم این الان برگرده بیاد اینجا پایین، خب ما اصلا ناخودآگاه این کارو میکنیم، مثلا اینو میاریم در واقع یه همچین حالتی میذاریمش، خب میاریم اینو یه همچین حالتی میذاریم به طور مثال، اینم مثلا گذاشتمش مثلا من اینجا دیگه. اینجا بدترین حالت اینه که میاد اینجا استاپ منو میزنه دیگه، درسته؟ درست. ولی من نقطه شروع هم اینجا بوده دیگه، پس من هیچ وقت در واقع ضرر نمی‌کنم تو این معامله. شاید مثلا حالا اون سودیو که باید می‌بردم و نبرم، ولی ضرر هم
به این شکل نمیکنم. درسته. اگر من اینو بیارم بذارم نقطه، مثلا بیام بذارمش اینجا، مثلا یه همچین حالتی باشه، اینجا اگه باشه، مثلا بیام اینجا باشم و این اگه برگرده حساب من اینجا میزنه، یعنی حداقل سر به سر میشه، یعنی هیچی از این سود اینجا نگرفت. من فکر میکنم بچه حالا با توجه یه سری چیزا هست که مثلا اگر حالا اینا استراکچرهای شخصی خود من بوده، خب مثلا من ایچیموکو کار نکردم هیچ وقت، خب هیچ وقت یه الگوی همینجوری همیشه داشتم، بر اساس اون کار کردم رفتم جلو. گاهی اوقات دونستن یه سری چیزا مثلا امکان اینی که شما رو به اشتباه بندازه زیاد میشه. خب بیاین حالا مثلا الان اینو ایچیموکو رو بذاریم، خب خودتون بیاین با این موج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 که من گفتم یه خورده تطبیقش بدین، ببینین که به چه صورتی در میاد. ما معمولا وقتی مثلا حالا چیزی که توی تمرین‌های شما دیدم، وقتی اون کراس شروع میشه تا انتهای کراس، در واقع شما میرسیم به همون انتهای روند یه جورایی. خب میرسیم به انتهای روند، در واقع نکتم همینه، دره ها و قله ها، خب که صحبت شد، شما دارین در واقع از ته دره دارین رصد میکنین یک در واقع پوزیشنی و حالا هرچی که هست، مثلا از این کف دارین رصد میکنین که بتونین در یه نقطه خوبی اینو بگیرین. یه چیزی که مثلا در یه همچین مواردی حالا شخص خود من دارم، این تجربه شخصی دارم بهتون میگم، مثلا الان در این تلاس 3 تا پوزیشن باز دارم روی، یعنی 3 تا اوردر دارم اینجا، حتی یه 4می هم میذارم. خب هر کدوم از اینا بخوره در واقع یه موقع هم هست هر 3 تا اینا باز میشه برمیگرده، یه موقع هم هست هر 3 تا اینا باز میشه، استاپ من اینجاست میاد، استاپ منم میزنم. خب پس من نمیتونم حتما بگم این بازار وقتی میاد اینجا از اینجا میره بالا، از یکی از این محدوده ها بالا میره. ما باید اون تاییدیه‌ای که باید بگیریم و باید بگیریم. خب چیزی بیشتر از اون نمیتونیم در واقع برای وارد شدن تو بازار بدونیم. این اصلا نه من نه هیچ کسی در واقع نمیتونه این چیزو داشته باشه. ما بر اساس اون کف‌هایی که داریم، مثلا من اینجا این کفه رو دارم، احتمال میدم اینجا باشه ولی این هم هست، اینجا هم هست. خب ولی نزدیکترینش اینه که این اومده اینجا برگشته، اومده این پایین، حالا اومده بالا، برگشته یه دفعه خود رفته بالاتر، دوباره برگشته، پس اینجا میتونه محکم باشه. رفتیم حتی مثلا بحث خط روندش، خب الان من یه خط روند اینجا میکشم، خب برخورد اول و دوم، مسلما اگه بیاد برخورد سوم از اینجا نمیریزه، دوباره میکنه میره بالا. شاید اگه من مثلا واسم الان اینو من نگرفتم، اجازه میدم بیاد برسه مثلا به این چیزه. حالا از نظر موجی هم بخوام در نظرش بگیرم، این از نظر موج 2 یه موج بلندیه، طولانیه، مثلا الان تو 2 ساعت. موج 4 شاید در حد خیلی کم بیاد پایین، نهایتا تا اینجا، مثلا بیاد تا اینجا قرار بگیره، خب و برگرده بره بالا. این به مثابه همون پولبک هست که ما همیشه میگیم. خب دیدیم وقتی با پولبک رو میزنه میره برای خودش، در واقع اون یه همچین حالتی براش به وجود میاد. پس خیلی پیچیده نکنیم اینا رو برای خودمون یه قولی بسازیم. چیزا که کاملا مشخصه، یه واگرایی منفی، موج اولش حرکت کرده، موج دومش حالا با توجه به تاییداتی که میگیرین، میخواین تاییداتتون رو با فیبوناچی بگیرین، میخواین با خط روند بگیرین، میخواین با EMA یا SMA بگیرین، میخواین با ایچیموکو بگیرین، با هر چی که میخواین بگیرین. تاییدیه اون تاییداتی که برای شما مهم هست اونو بگیرین، وارد پوزیشنتون بشین. فیبوناچی هم بذارین که محدوده اون
تارگت هایی که میخواین رو در واقع در نظر بگیریم. هیچ وقت تارگت اول ما اینا نیست. تارگت اول ما 1,618 است. این همیشه تارگت اوله. حالا اگر 3-4 تا تارگت میخوایم بذاریم میتونیم بذاریم ها. خب حالا به قول محمد مثلا ریسک فری کنیم، نمیدونم یه بخشی از مثلا اینجا خیلی ها تارگت که میذارن نیمی از سرمایه‌شون رو خارج میکنن. خب با باقی سرمایه‌شون میرن تا مثلا نصف سود و اینا رو میکشن بیرون، با باقیش میرن مثلا تا تارگت دوم. اونم یه راه. اینا دیگه چیزاییه که مربوط میشه به مانی منیجمنت. خب دیگه ربطی به چیز نداره که اونو در حالا زمانش صحبت میکنیم با. پس الان همینجا این موج یکمون، این موج دومون، موج سهمون هم فعلا به اینجا رسیده، داره چیکار میکنه؟ داره اصلاح میکنه. این اصلاح شاید مثلا کوتاه باشه، احتمال میدم به خاطر اینکه از نظر تایمی بلنده، این امکان از نظر تایمی کوتاه باشه، ولی امکانش هم که تو مثلا این کف قشنگ بیادم هست. اگر اومد و برخورد کرد و پایین تر نیامد، ما میتونیم مجدد وارد یه پوزیشن بشیم برای هدفهای بالاتر. اوکی شد؟ بله استاد مرسی. آره خیلی برای خودتون اینا رو سخت و الان خیلی خوب دارین کار میکنین. من اصلا واقعیتش اینه که یه سری چیزا رو می‌خواستم اضافه رو حذف کنم مثلا از بحث آموزشم، بریم در واقع توی همین فرآیند عملیاتی و گرفتن سود و نمیدونم این داستانا. ولی گفتم حالا مثلا بدونیم بعد نیست، ولی مثلا اینجوری که الان محمد گفت، من دیدم که امکان داره مثلا این باشه که شما دارین این راه رفتن رو قشنگ دارین جا افتاده براتون، یه دفعه اون مطالب دیگه باعث شه که همونم از سرتون بیفته، یعنی بیفتین توی یک اضافه کاری تاریخی که به نظر من نیفتین بهتره. فقط اینا رو از نظر موجی بدونید. حالا توی جلسات بعد راجع به الگوهای این اساس پایه چیز رو بدونین، شما پایه الیوت رو بدونین، یه سری الگوهاشو براتون حالا یا جلسه بعد بهتون میگم یا براتون میفرستم، حالا براتون توضیح هم میدم. خیلی نمیتونم الان توضیح بدم چون توضیحش باز 1-2 ساعت طول میکشه. واسه فقط بیسش رو شما بدونین و اینی که میتونین اینو تلفیق بدین با فیبوناچی. دست شما درد نکنه بابا. خواهش می‌کنم. خب اونایی که متوجه شدن دستاشونو بگیرن بالا، اونایی که متوجه نشدن با دستاشونو بگیرن بالا. الان از کجا شما متوجه شدین که کدوم؟ من اونی که فکر میکنه متوجه میشم که متوجه نشده. آره بصیرت استادانه. نه علیرضا گل‌افشار متوجه نشده، ولی بگو علیرضا. ما داریم سعی خودمون رو میکنیم. سعی کردن با رسیدن خودش یکیه. با کی استاد صداتون قطع؟ میگم سعی کردن با رسیدن یکیه. تلاش برای رسیدن با خود رسیدن یکیه. حسین عزیز جانم شما هم سوال داشتید. من سوال نداشتم، گفتیم هر کی فهمید دستشو بیاره بالا. خب معلوم شد حسین فهمیده، علیرضا هم در واقع در تلاشه، محمد متوجه نشده. من نظرم که خانم مهتاب هم گرفته داستان، خانم فاطمه همچنان در در فکره. استاد من متوجه شدم، حالا تا روی نمودار بتونم پیاده کنم ببینم چی میشه. خب خوبه. نه شما خانم‌های باهوشی هستین. زنده باشی. شما واسه موتور سنگین رو چیکار کردین؟
بالاخره خریدی موتور 1000 سوزوکی یا نه؟ نه خریدن که نه، حالا بتونم همون رانندگیشم یاد بگیرم خودش خیلی خیلی خوب. تک چرخ فقط یاد نذاری باش. مصدوم شدم استاد 2 هفته پیش، بعد دیگه نتونستم به یک هفته. خیلی تک چرخ زدی و نمیدونم دریفت کردی حتما با موتور سوزوکی 1000. نه خوبه. انشالله موفق بشید. مصدوم چرا شدین؟ چیز شدین؟ خوردین زمین؟ بله توی پیست کله کردم. ای بابا. بله دیگه تمام دست و پا و اینا چیز، ولی خب لباس اینا پوشیده بودم بازم، خدا رو شکر کلاه لباس اینا بود واسه مخصوص. بعد دیگه بازم انقدر کوبیده شده بود بدنم 1-2 هفته نتونستم برم. یعنی یه دفعه کلاس ترمز اینا همه رو قاطی کردم. ای بابا. انشالله که پیش میاد. موفق باشی و مراقب باش. زنده باشی. نه ولی هیجانش ارزششو داره. خب با سلامتی انشالله که همیشه راحت باشی. زنده باشی. خب حالا روی همین الگویی که من گفتم رو نمودارا نگاه کنین، جاهاشو پیدا کنین، درکش میکنین دقیقاً صحبت‌های منو. و اگرم دیدین درکش نمی‌کنین خیلی به خودتون فشار نیارین که حتما یه چیزی رو درک کنین. آدم گاهی اوقات مسیری که داره میره درکش نکنه بهتر، راحت‌تر میره. آره مثل زندگیه. خیلی پیگیر این نباشین زندگی رو درکش کنین. آدم درکش کنه باید بره تو کوه و بیابون زندگی کنه، دور از اجتماع و این داستانا. هرچی کمتر چیز باشه راحت‌تر آدم. آره نه ولی حالا تمرین میکنیم با هم دیگه، تمریناتون هم بفرستین که ببینم چک کنم رو تمریناتون خیلی بهتر میتونیم حرکت کنم. حالا من نمونه ها رو حالا میبینم براتون میذارم. گاهی اوقات خود من در یک موارد خاص از الیوت استفاده میکنم، اینجوری نیست همیشه استفاده کنم. یعنی باید من استراکچرم اینه، باید یه چیزایی به چشم بخوره، اگه نخوره باید باش ارتباط برقرار کنم. ارتباط برقرار نکنم اصلا میذارمش کنار تا مثلا در یه نقطه دیگه این ارتباط رو برقرار کنم. من توصیه‌ام اینه که به شما همین کارو بکنید. زنده باشید. استاد شنبه کلاس هست انشالله؟ شنبه بله هست. شما هستین؟ بله انشالله. خب خیلی عالی. خب سوالی، مطلبی، موردی؟ آقای من استراتژی شخصیمو ساختم. در عین این که متوجه نشدم اما نتیجه رو گرفتی. نتیجه رو گرفتی؟ بله. یه خط روان میکشم، خط روان شکست پولبک اولو موج اول الیوت حساب میکنم، فیبو میندازم و روی عدد نیم و اینا اردر رو میذارم و به امید 1.68. آره الان گرفتیم پوزیشن گرفتیم اونجوری که خوشحالی به نظرم یه چیزی گرفتی و یه سودی هم کردیم به. نه ولی قصدم اینه که یه آشپزی بکنم بعد حتما این کار رو انجام بدم. خیلی هم عالی. خیلی کار درستی انجام میدی. اوکی بچه‌ها. باز حالا سوالی مطلبی بود حتما با هم دیگه کار میکنیم این موضوع رو. ولی میگم من همیشه بچه‌ها یه نکته که توی ذهنم هست، حالا شاید خیلی با خودم فکر میکنم و اشتباه هم باشه، نکته‌ای که همیشه هست اینه که میگم بذار افراد حالا اون چیزی که متوجه شدم و درک کردم و میتونم باهاش سود بگیرن در واقع اون خوبه. خب و اضافه تر نریم در این بحث بازار مالی. شما هر چقدر اضافه تر بدونین سخت‌تر میشه کارتون. اینو من به عنوان یه تجربه میگم بهتون. خب الان شما مثلا جای مختلف راجع به اوردر بلاک شنیدین، فلان چیز شنیدین، نمیدونم روش OTC، نمیدونم چیچیک هزار جور اسمای مختلف شنیدین. شما الان تو دل همه اینا رو دارین اجرا میکنین.
ولی وقتی که میایین مثلا اینا رو به دیتیل مثلا اینجوری اسمی میگین، خب گیج کننده میشه و نمیتونین خیلی جلو برین. خب به خاطر همینه که من مثلا خودم همیشه تردید دارم، مثلا این بخش مثلا الیوت و مثلا تردید دارم که مثلا بگم یا نه. تردیدم به این صورت، من الان میبینم خب شما یه درک خیلی خوبی از بازار پیدا کردین واقعا همتون، حالا بغیر از اونایی که تمرین نمیکنن، کار نمیکنن یا چیز، ولی یه درک خیلی خوبی پیدا کردین ازش. خب و میتونین با همون درک به نظر ساده که البته عمیقه ها، اینو یادتون باشه شما درکی که الان از بازار دارین 90% افرادی که تو این بازار هستن ندارن و شما جز افراد خاصی هستین که درک کردین و ساده تو ذهنتون هست. من آدما رو دیدم ترید میکنن با چه بدبختی و چه سختی، ولی شما خیلی راحت اینو درکش کردین و ایده من اینه که بذارین همین راحت براتون بمونه. گاهی اوقات زندگی مثل شعرهای سهراب سپهری ساده است. حالا نمیدونم چقدر با اشعار سهراب سپهری آشنایی دارین، ولی خیلی ساده، خیلی روون، خیلی عین مثلا دکلمه، ولی در عین حال مثلا مفهوم عمیقی داره. شما هم خیلی مفهوم عمیقی رو درک کردین که اینقدر ساده میتونین کار رو. خیلی خودتون رو اذیت نکنین. همین رو شما برین جلو در واقع و شخصی پیداش بکنین، درکش بکنین، سود میگیرین. ما چی میخوایم تو این بازار؟ نمیخوایم حتما ملق بزنیم که سود بگیریم، میخوایم که در واقع خیلی ساده سودامون رو بگیریم. پس این کار رو به این شکل بکنیم. بچه‌ها خسته نباشین، امیدوارم که موفق باشین و پاینده باشیم. خسته دست نباشید. شما درد نکنه. خواهش میکنم. حدش رو کن شما خواستم. استاد خیلی متشکرم، خسته نباشید. سلامت باشین. حالا میگم بازارم حالا لایوش یه خورده پیچیده است، شاید خیلی به چیزهای مختلف نیاز نداشته باشه، ولی همین چیزی که داریم میریم خیلی خوبه. حالا باز یه تجربه شخصی رو میگم بهتون. برای من الیوت انتهای موج 2 تا یعنی ابتدای موج 3 تا انتهاشه و پیدا کردن موج 5 که بتونم روندهای نزولی رو بگیرم. خیلی خودم واردش نمیشه، یعنی همین این در واقع کمک میکنه بهم. دونستنش همینه، بابتش اضافه کاریاییه که یه عده مثلا میذارن براش. اینو خیلی ساده بگم بهت. 2-3 تا قلقش رو شما بدونید، مثل همین ایچیموکو قلقش دستتون بیاد دیگه اصلا، حالا یارو بره دنبال اوردر بلاک کنه نمیدونم فلان و بگیر و ببند، شما تا قبلش هم داشتین با خط روند و حمایت مقاومت خیلی راحت خیلی کارا رو پیش می‌بردین. اوکی استاد من نظر شخصی حالا من خودم تجربه‌ای که تو این چند روز دست آوردم این که مثلا من خودم 70% چارتو با خط روند و حمایت مقاومتش میرم، شاید 30% تاییدیای اون یکی ها رو بگیرم، ولی خب دونستناشون خوبه که آدم بدونه، چون یه جا به کار میاد. اون 30% یه جای تاییدیه میده، ولی اون خط رونده و اون ترند لاینه به نظرم ببین همینه، درک ما از اینا ما رو میتونه موفق کنه. حالا شما اینجوری درکش کردی، یکی یه خورده اونورتر، ولی من ایدم اینه که هرچه ساده تر بهتر. شما در یک بیزینسی قرار دارین که اگر سادهش بکنین درآمد خوبی کسب میکنین. ساده کردن اون یعنی اینکه شما خیلی عمیق فهمیدینش. ساده
کار کردن به این معنا نیست که چه کار ساده ای. ساده، شما وقتی ساده انجامش میدین یعنی عمیق اونو درکش کردین. وقتی عمیق درکش کردین میتونین ساده انجامش بدین. خب پس یه وقت این ذهنیت رو نداشته باشین مثلا طرف چقدر ملق میزنه تا اینو مثلا پیدا کنه، من مثلا با یه خط راه پس من حتما اون یه چیزی بهتر میدونه. نه، اون اتفاقا نمیدونه چون داره هی ملق و وارو داره میزنه. ولی شما که خیلی ساده یعنی درک خیلی عمیقی از بازار پیدا کردید. به این شکل. من واقعا از تمرینات شما، از در واقع کارکرد شما اینقدر، من یه دفعه اون اول گفتم این انرژیه که شما به من میدین، کلاسی که پویا باشه من احساسم درش خیلی اوکیه. خب احساس خیلی خوبی دارم ازش و مثلا واقعا میدونستم این کلاس جزو بهترین کلاسایی میشه که مثلا من دارم کار میکنم باش. مثلا الان من یه کلاس دیگه هم دارم، ایچیموکو هم نگفتم بهش. خب یعنی اصلا دلیلی که مثلا علی آقا رو گفتم بیاد برای ایچیموکو دیدم انقدر مثلا شما پویا و فعال و اوکی هستین که مثلا گفتم یه کار اساسی بکنیم. و الا ایچیموکو مثلا اون دوست دیگه اونم هست میاد میگه مثلا خیلی کتابی و خیلی چیز میاد میگه، نهایتا تمام خداحافظ. ولی چون دیدم کلاس پویا و فعالی هستین و خیلی عمیق دارین درک میکنین، گفتم که در واقع زحمتشو دادم به علی آقا که بگه دلسوزانه با شما کار بکنه اینو که بتونه در واقع شما رو یک گرید، یعنی یک به نظر من الان شما یه فاصله عمیقی با هم دوره های خودتون دارین، یه فاصله خیلی عمیق و معنادار و افرادی که دارن مثلا اسم خودشون رو دارن میذارن تریدر و اینا. فقط یه خورده تجربه است که باید اون تجربه رو کسبش بکنم. من مطمئنم که اون کارم انجام میده. موفق باشیم بچه. آقای کن انرژیمون فول شد. خدا نگهدار. همش انرژیه. زندگی رو اگه